طول یک سال گذشته اعتبار از اسعد 1402 الی 1403 محور خدمات شهرولی کابل نیازمندی های شهروندان کابل بوده است که عبارتند از عمده‌ترین کاتگوری فعالیت شهرولی کابل از اعمار زیربناهای شهری، ارائه خدمات شهری به شهروندان، پلانگذاری و توسعه شهری، امور کلتوری و اجتماعی، حکومتداری خوب و امور عوایدی. شما خبر هستید که یکی از اساسی ترین فعالیت های شهرولی کابل و از مسئولیت های شهرولی کابل ایجاد نظم شهری و همچنین سرسبزی در شهر کابل و که اینا الحمدلله به طور عمده در شهر کابل صورت گرفته است و همچنین اعمار زیربنای شهری که با 116 کیلومتر سرک های جدید در شهر کابل توسط شهرولی کابل اعمار گردیده و عملا در خدمت مردم قرار دارد که قبلا این کارا بدون شک بدون همکاری مردم غیر ممکن بود که مردم عزیز شهر کابل، شهروندان کابل همکاری خوب با شهرولی کابل دارند که جا دارد از این عزیزان از این تریبون من تشکر بکنم. همچنین شهر چند میلیونی شهر کابل نیاز به سرسبزی و محیط زیست سالم دارد که در این عرصه شهرولی کابل در این سال بیش از 2 میلیون اصل نهال در شهر کابل و همچنین در کمربند سبزی که در اطراف شهر کابل وجود دارد به شهر تقدیم کرده است و کل فعالیت از قریه داخلی شهرولی کابل بوده است و همچنین یکی از عمده فعالیت‌های شهر کابل شما می‌فهمید که به خاطر جنگ‌های مکرر و همچنین به خاطر که یک مرکز اقتصادی افغانستان است از ولسوالی و از اطراف بسیار مردم آمدن در شهر کابل ایجاد نظم شهری و همچنین آگاهی به مردم در زندگی شهری بوده است که در این صورت ممکن بود که مشکلات زیادی برای شهروندان کابل چون شما میفهمید که زندگی قریه و قصبات و زندگی ولسوالی با زندگی شهری تفاوت‌های بسیار زیادی دارد. در این مورد عرصه خدمات زیادی شده است و آگاهی به طور مستمر در شهر کابل جریان دارد. مسائل تنظیفی و اعمار زیربنای شهری در شهر کابل و همچنین ترغیب سکتور خصوصی که یک هماهنگی بسیار خوب میان ما و سکتور خصوصی است و همچنین سرمایه‌گذاری بسیار زیاد در شهر کابل توسط سکتور خصوصی صورت گرفته است که از عمده فعالیت‌های شهر کابل است شهرولی کابل است که توانسته است به حمدالله ایجاد سهولت‌های فراوانی برای سکتور خصوصی بکنه که در این زمانه کارهای زیادی صورت گرفته است در آینده ان شاء الله صورت خواهد گرفت.